در قرآن کریم و سرزمین مقدس گفته، در یک جای نه، به 10 جای. من یک آیت براتون خواندم: سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. پاکیست برای الله از هر قسم نسبت‌های غلط و ناروا. الله پاک است. نه در صفات الله، اون چیزی که لایق الله نیست الله از او پاک است. در افعال الله، الله پاک است از او افعالی که ناشایسته است، لایق شان الله نیست. در اقوال الله سبحانه و تعالی پاک است. او قولی که لایق شان الله سبحانه و تعالی نیست الله از او پاک است. در هیچ سوره قرآن کریم سبحانه نه آورده نشده، در این صورت آورده شده. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مدت کم سفر 1 ماه طی میشه، بعد از او آسمانا میبره در یک هزی شب. از عقل بعید است. ذهن باشه که تسلیم بکنه مثل ذهن ابوبکر رضی الله عنه.